کافیه کمی روغن زیتون رو روی در خونه بزنی. اون وقت واقعا ازم تشکر میکنی. این راز رو یه نجار فوق‌العاده حرفه‌ای بهم گفته. این روش فوق‌العاده رو خودش سالهاست که انجام میده. انجامش هم خیلی آسونه. فقط کافیه یه قاشق روغن زیتون رو داخل یه ظرف بریزی. هر نوع روغن زیتونی که خونه دارین مناسب این کاره. بعدش یه در پر از نرم کننده لباس بهش اضافه کن. مطمئنم هیچ وقت به فکرت نرسیده که این ترکیب رو برای درهای خونه استفاده بکنی. منم همینطور. وقتی نجار این ترفندو بهم گفت واقعا از سادگی و اثر فوق‌العاده‌اش شگفت زده شدم. اگه درهای خونه‌تون، درهای اتاقتون رنگ و جلای خاصی براشون نمونده و قدیمی و ظاهرشون کدر و بیروح شده، میتونی این ترفندو براشون انجام بدی. به مرور زمان طبیعیه که درها فرسوده بشن و رنگشون بپره. برای اجرای این روش فقط به یه پارچه نرم نیاز داری. پارچه رو با ترکیب آغشته کن و به طور یک نواخت روی در بکش. همون موقع که شروع به مالیدن میکنی، متوجه تغییر چشمگیر و فوری در ظاهر و رنگ در میشی. اگه دوست داشتی حتما 3 تا قلب قرمز برام کامنت کن.